السلام علیکم. کمینه کمترین غیرت جان همراه قلف در خدمت شما. من بسیار وقت زمانه حاضره را با زمانه پیشینه مقایسه میکنم. پیش در مابین عاشق و معشوق یا در مابین یگیت و دختر یک تا پشتلیون میشد. سخن یگیت را به دختر میگفت، سخن دختر را به یگیت آمده میگفت، سخن هر دوشان را به محلنگا میگفت. پیش واخر میشدگی جایبه پیش از یگیت و دختر محلنگه ها جمع میشد. حاضر چه حاضر این طور نه. حاضر تلفنی موبیل نی بر آمده. یک تا گوداگ میپرتوید شناس میشود، باز یک گوداگ میپرتوید گمبرقص توی. بعد 2-3 ماه با یک تا گوداگ میپرتوید جدا میشوی میگوید. اینه بینید. حاضر خانه‌دار شدنم، محبت اظهار کردنم، خانه‌دار شدنم، جدا شدنم جدا آسان شده مونده است. لیکن یک سر را گفتمانم، برای جدا شدن بهانه بی‌حد بسیار، یعنی سبب بسیار، لیکن یک جایه یک عمر خوشبختانه زندگانی کردن به سبب یک دانه، این هم باشد محبت همدیگر. من پیش بابا کلان های من این واقع شدگی، من به پدرم گفته دادگی، پدرم به بابا کلانش گفته دادگی. پیش وقتی بابا کلان های ما به مومو کلان های ما به داماد عروس تا توی همدیگر را نمیدیدن. در روز توی، بعد از توی، در درون چادر باری اول داماد عروس را میدیدن، عروس داماد را میدیدن. یکم بار بیند داماد عروس را دیده شوک شدگی، عروس داماد را دیده شوک شدگی. لیکن چی علاج؟ تقدیر پیشانه. یک واقعی گفتیم، داماد بعد از تو در آمدیان درون چادر بایی، عروس را دیده تیر بایم پریده بیرون بر آمده، پدرش را جیغ زدیان، دادا دادا تنجیمه ایتات نزنید میشنود اینجا بیید. چی گپ شد پسرم؟ پس گپ زنید، التماس پس گپ زنید. شد مقصدت را گپ زن. شما این زنم را شما دیدگی می؟ نبینم کلین میکنم می؟ دیدگی باشید و زنم را دیدگی باشد. آخر یگان جایی راستش نه، پوچکش کجالا، میانش کجالا، کفتش کجالا، بینیش کجالا، شتر با این یگان جایی راستش نه. باز در زبانش پیش پا خورده گپ میزده است. زبانش اند زمیکنیش بده است، دودوق بده است. دادا دودوق گوید دادا چی گفته است؟ پسرم چا کرده است همین با پستر گپ زنید، التماس پستر گپ زنید. نترس پسرم، بلند گپ زدن گیر، گوش های زنت کار نمی کند، وای کار گفته است. دیدید نه؟ لیکن در همان سالها پدر گپش گپ بودگی، مادر گپش گپ بودگی، فرزندها با پدر و مادر اطاعت کردگی، ثانی تقدیر به باور کردگی. پیشانه تقدیر به اینجا به خدا می نویسد، خدا نویستگیش را بندش تازه کردن نمیتواند، گفته تقدیر به تن دادگی. باز یک چیز را گفتمانم، عشق حقیقی، محبت حقیقی بعد از توی سر می شود. چون که روزگار گفتگی چیز است. روزگار یعنی روزش است، غارش است، روشناگیش است، تاریکیش است، شیرینیش و تلخیش است. این پست بلندی روزگار با داشت داده تانستگی محبت حقیقی. به هر یک شما محبت پاک را میخوایم.